بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. درس سومی را ما و شما شروع میکنیم. در درس سومی شروط لا اله الا الله هست که ما و شما میخوانیم و قبل از اینکه شروط را بخوانیم شما این بیت یاد بگیرین، تکرار کنین از پشت سر من. العلم والیقین والقبول، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب، وفقك الله لما أحب. خب این بیت چی معنا میده؟ این امی دمی دو بیت تمام امی 7 شرط بیان کرده هست که العلم والیقین والقبول، یعنی اول شرط از شروط کلمه لا اله الا الله چی است؟ علم است. والیقین دومش یقین است، سومش قبول هست و چهارمش انقیاد است. فدر ما اقول، فدر ما اقول چی معنی؟ یعنی خوب بفهم. فدری دارا یدرا افعل امر است. فدری ادری اینال ادری فدری ما اقولو، فدری یعنی چی که خوب بفهم آنچه که من میگم. و الصدق والاخلاص والمحبه دیگه چی است؟ صدق است چهارمیش، پنجمیش اخلاص است و خب 4 تا شو بود: العلم والیقین والقبول والانقیاد چهارم شد. فدری ما اقولو و دیگه چی است؟ و صدق و الاخلاص و المحبه، صدق است، اخلاص است، محبت. 3 تا شد. و فقك الله لما احب، الله را توفیق بده به آنچه که او را الله دوست داره. پس این 7 شرط در دو بیت برای ما و شما چی شد؟ این بیان شد. حالا ما و شما امیره میخوانیم که مثلا اول ما علم داشته باشیم. یعنی چه قسم علم داشته باشیم؟ شرط اولش تو علم به لا اله الا الله داشته باشی که بفهمی که مثلا ما و شما در لا اله الا الله 4 نقطه را باید بفهمیم. اول نقطه که معنای لا اله الا الله بود. دوم چی را بفهمیم؟ دوم علمی که به این داشته باشیم که وقت معنای لا اله الا الله را فهمیدیم که دو چیز نفی میکنه، دو چیز نفی میکنه، معبودان باطل نفی میکنه و طاغوت نفی میکنه و اثبات چی رو میکنه؟ اثبات میکنه، اثبات استحقاق عبادت به الله سبحانه و تعالی و اثبات تشریع احکام به الله سبحانه و تعالی. پس ما و شما اول معنای لا اله الا الله را فهمیدیم، دوم ارکان لا اله الا الله را بفهمیم، سوم شروط لا اله الا الله را بفهمیم و چهارم تعهداتی که در لا اله الا الله با الله تعهد میکنیم این را هم بفهمیم. پس اینال چی میگه؟ شرط اول لا اله الا الله چی است که الله متعال میگه فعلم انه لا اله الا الله. اول باید با لا اله الا الله علم داشته باشی. چه قسم علم داشته باشی؟ که کاملا جهل در وجود تو دیگه جهل نمانه که باز دیگه روز بویی که والا ما ارکانش را نمیفهمیده، مگه کس رکن اولش نفهمد چی مشکل داره، کس رکن دومش نفهمد چی مشکل داره. پس تو که لا اله الا الله میگی باید ایره باید بفهمی که کلمه لا اله الا الله ارکان داره، 2 رکن داره و 7 شرط داره و 3 تعهد داره. خب که جهل کاملا از بین بره، به این اندازه ای آدم بفهمه. و این مجرد که معنای لا اله الا الله را یک کس صحیح فهمید و ارکان لا اله الا الله را فهمید، سبحان الله، دی لا اله الا الله کل علم شریعت خلاصه شده است. شما یعنی اگر کسی لا اله الا الله را فهمید کل دین میفهمه و کسی که لا اله الا الله را ارکانش و شروطش و تعهداتش نفهمید این دین نمیفهمه. پس بسیار مهم است که ما معنای کلمه را و شروطش و ارکانش و تعهداتش بفهمیم. تو فهم داشته باشیم علمی که بهی العلم الذي ينفي الجهل. تو علما میگه العلم الذي ينفي الجهل. دوم تو یقین داشته باشیم الیقین الذي ينفي الشك، یعنی تو یقین داشته باشی که به می ارکان لا اله الا الله تو یقین داشته باشی که دیگه هیچ شک نمانه. بعضی کسا دیگه مشکوک هستن، مثلا شکشان در چی هست؟ حالا بسیاری کسا را که ببینی میگه من عبادت میکنم، نماز میخوام، روزه میگیرم،
اما این نصف کلمه لا اله الا الله را یاد داره، اما دیگه باقی ماندی رکن دومش نمیفهمن. رکن دومش چی است؟ برش در وجود در دل شک است که اگر قوانین دیگران را تطبیق کردی پروا ندارم، در حالی که قوانینی که ضد شریعت الله باشه این قوانین طاغوتی هست و باید قوانین هم نفی شود. اینال ات یقین داشته باشی به ارکان لا اله الا الله و ات یقین داشته باشی به شروط لا اله الا الله و ات یقین داشته باشی به تعهدات لا اله الا الله، ات یقین داشته باشی به معنای لا اله الا الله که دیگه در وجود تو هیچ شک باقی نمانه. سوم چی است؟ شرط سومیش قبولی که القبول الذي ينفي الرد. تو قبول داشته باشی که رد از بین ببره، یعنی ارکان لا اله الا الله را 100% قبول بکنی. اتنه که مثل یهودی ها واره که یک قسمش قبول دارم یک قسمش قبول ندارم، یک رکنش قبول دارم یک رکنش قبول ندارم، یا از شروط مثلا این شرطش قبول دارم این شرطش قبول ندارم. نه، قبول بکنیم ارکان لا اله الا الله را و شروطش و تعهداتش که هیچ چیزی از او رد نکنی، هیچ چیز رد نکنی. اگر کسی چیز از او رد کرد شرطی از شرطهای کلمه لا اله الا الله دور میشه. وقتی که شرط نداشت مثل از اینکه یک نفر نماز بخونه بدون وضو شرط از برای نماز و قبولی شرط از برای چی؟ به امی کلمه که هیچ رد دو باقی نمانه. انقیاد چی رو میگه؟ تسلیمی به این معنا که انسان مسلمان باید به تمام ارکان لا اله الا الله و به شروط لا اله الا الله و به احکام که با گفتن لا اله الا الله بالای انسان فرض میشه، احکام قرآن و احکام سنت، به این تسلیم باشه، انقیاد منقاد باشه و تسلیم باشه که هیچ چیزی از او ترک نکنه، تمام احکام بگیره. بسیاری کسایی که مثلا شروط لا اله الا الله را نمیفهمه و بعضی از احکام اسلام منقاد هست. مثلا یک تعداد ببینید ذکر میگیره، خوب ذکر میکنه و عبادت میکنه، اما وقتی که جهاد برش بگی باز از جهاد دوری میکنه. یک کسی دیگر رو ببینید که در دعوت تبلیغ است، در او بسیار 100 نمره چی که از 100 هم 200 نمره مستحق میشه که بگیره، اما وقتی که باز از جهاد و از یا برش گپ بزنیم باز از او فرار میکنه. اینا حالا به کل احکام منقاد نیست. یک کسی دیگر رو ببینید که مثلا اگر نظام عبادات اسلام است، نظام عبادات بسیار خوب قبول داره، حج میره، عمره میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، اما وقتی که برش بگویی در اسلام نظام سیاسی هست ایره رد میکنه، ایره ترک میکنه، اوره نمیگیره یا رد میکنه، قبول نمیکنه. سکو یک شرط کلمه از پیش رفت. یا ای که مثلا تسلیم نیست، نه ولی در اسلام نظام سیاسی نیست، در اسلام نظام جهاد نیست، شما خشونت میکنن در جهاد، مثلا تکفیر نیست، شما مثلا میخیزین یهود و نصارا را تکفیر میکنین، تکفیری هستین، متوجه هستین، مشرکین شما تکفیر میکنین، کل مردم بگه کافر هستن. کسی که مثلا خیز با یهود و نصارا همکاری کرد و در صفشان قرار گرفت شما اونا رو میگین که اینا دفاع کردن از کفاری، رو تکفیر میکنین. این حال چی است؟ بسیاری کسا هست انقیاد نیست، از این خاطر بسیاری از احکام ترک میکنن یا قبول نمیکنن، بسیاری از احکام رد میکنن. این مشکلی هست که بسیاری کسایی در شروط کلمه دارن. چهارمیش پنجمیش چی است که صدق است. انسان باید با کلمه‌ای که میخوانه صادق باشه، یعنی وقتی که صادق هستی باید بگویی که رکن اول کلمه که نفی تمام معبودان باطل و اثبات عبادت برای الله واحد هست، به این چی داشته باشید؟ صدق، راست بگی، راست است. رکن دوم کلمه بگی هم راست است که در رکن دوم کلمه ای است که باید نفی تمام طواغیت شود، نفی تمام قوانین باطل شود و اثبات تعیین احکام فقط به الله سبحانه و تعالی. بله ایره هم صدق است، راست گفته هست. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. بعضی کسا باز چی میکنن؟ نه ما طاغوت چیزی نمیگیم، شما چرا زیاد طاغوت میگن؟ به خاطر چی گپ میزنه؟ به خاطر ازی که این با امی کلمه صادق نیست، صدق نداره. بخش اولش که نفی معبودان باطل است او را راست میدانه، میگه درست است، اما بخش دوم کلمه، رکن دوم کلمه را راست نمیدانه و از این خاطر از این فرار میکنه و میگه که باید نگوین. پس کمرای کلمه
در حالی که شرط کلمه است که تو صدق باشه که هیچ چیزی را کذب نکنی. پس بسیاری کسا از کفر به طاغوت تکذیب میکنن، میگن نه نیست، شما چرا گپ میزنن؟ اگر یک حاکم میگه اگر 100% کفر هم کرد باید از او اطاعت بکنیم، نه خیر. در آیات قرآن میگه که الله سبحانه و تعالی میگه که چی کنین؟ اطیعوا و اولی الامر منکم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. شما اطاعت از الله بکنین و اطاعت از رسول بکنین و اولی الامر منکم و از اولی امرتان اطاعت بکنین. با چند شرط؟ شرط اولی که اطاعت الله را بکنن، شرط دومی که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنن، شرط سومش که منکم از جمله شما مسلمان ها باشه، یعنی در نواقض ایمان داخل نشده باشه. اگر یک حاکم در نواقض ایمان داخل شد، شریعت الله را ورداشت، شراب حرام گفت شراب حلال است، زنا حرام است بگه نه بیاید اینجا شود، یعنی مباح برش اباحت بده، حلاله مباح بسازه برای مردم. یا رقص است دیره مباح است. یا مثلا یک حاکم بخیزه به نام حاکم مثلا توهین بکنه به مقدسات، توهین بکنه به کعبه شریفه، بالای کعبه مثلا رقاصه را استاد بکنه، این چی میشه؟ ای با اینمی عمل خود با توهین و استهزاء به شعائر الله ای کافر میشه. این حال بعضی کسا میگن نه ما ایره تکفیر نمیکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که ای حاکم ما هست. حاکم تو حاکم مسلمان باید باشه، عقیده داشته باشه، اطاعت از الله و رسولش بکنه. او میخیزه مثلا در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک منافق در بین صف مسلمان ها خود داخل کرده بود و میگفت که مثلا من مسلمان هستم، کلمه میخوان، اما خیز بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه توهین و تحقیر کرد. آیات قرآن نازل شد که اینا برشان گفت قد کفرتم بعد ایمانکم ولئن سألتهم، اگر از پیشون سوال بکنی که چرا این استهزاء و توهین به مقدسات میکنی، به این شاعر الله میکنی، میگه انما كنا نخوض و نلعب، ما مستی میکنیم، ما ساتیری میکنیم. خب در مستی و ساتیری مثلا خانه کعبه را میاری، باز سر خانه کعبه مثلا رقاصه ها را استاد میکنی. خب این چی هست؟ و آیات قرآن وقتی که بر رسول الله صلی الله علیه و توهین شد، آیت قرآن نازل شد قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از ایمانتان کافر شدین، ولو که کلمه میخوان، ولو که ادعای اسلام میکرد، ولو که کت مسلمان ها در صف مسلمان ها بود، ولو که به جهاد رفته بود، ولو که از غزوه برگشته بود، لکن با وجود از آیت قرآن نازل شد که تو با اینمی توهین و استهزاء کافر شدیم. اینال بسیاری کسا هستن که با کلمه، با ارکان کلمه صدق ندارن. یعنی کسی که طاغوت است، ضد شریعت الله قانون میسازه، او را نفی نمیکنه، معنای کلمه را قبول نداره کامل. مثلا رکن دوم کلمه که کفر به طاغوت است و او را نفی بکنی و اثبات تعیین احکام فقط بر الله باشه، اینا دیگه نمیکنه. این از چی معلوم میشه؟ این معلوم میشه که کل از او صادق نیست، صدق نداره به کلش. یک تعداد چیزای از این چی میکنه؟ کذب میکنه و اینا کاذب هست، دروغ است. پس شرط کلمه است که انسان با کلمه لا اله الا الله، با معانیش، با شرایطش و با ارکانش چی باشه؟ صادق باشه و با تعهداتی که با الله میکنه باید صادق باشه. خب ششمی شرط کلمه لا اله الا الله چی بوده؟ اخلاص از بین برنده شرک. باید او تو اخلاص داشته باشی که شرک از بین ببره. یعنی اخلاص چی است؟ که 100% باید هر عملت به خاطر الله بکنی. که اگر کسی مثلا بر تو گفت که والا فلانی شخص درباره تو اینی چیز میگه، تو بگی که کارا به خاطر الله میکنم. حالا شما ببینید کدام دعوتگر از کدام پیغمبر از کدام پیغمبر شما دیدین که در گردنش کسی گل انداخته باشه یا نوشته شده پیغمبر در فلانی جای رفت مردم برش استقبال کردن در گردنش گل انداختن، یا یکی گفتن که موسی علیه السلام فرعون قدر اذیت کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو جهل و قریشی ها و قومش از خانه کشیدنش، میخواستن بکشنش و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر از اینکه اینا کلمه میخواندن، دعوت به اسلام میکردن، بیبی سمیه را به شهادت رساندن، یاسر به شهادت رضی الله عنهما به شهادت رساندن و عمار لعن کردن به اندازی که مجبور شد که از زبانش مثلا کلمات زشت بگویم. و حتی مثلا بلال حبشی کدام پیغمبر، کدام پیرو پیغمبر مردم در عصرش توصیف کردن. هر کسی که مثلا ادعای دین و
توحید کردن، دشمنای دین بالای از اونا هزارها نامهای غلطی را گذاشته. پس اینال انسان مسلمان و انسان مؤمن و انسان موحد تو اخلاص داشته باشه که در اخلاصش پشتازی نگرده که چقدر مردم مرا خوب میگه و چقدر من طرفدار دارم و چقدر مردم مرا توصیف میکنه. نه 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 نه, انسان تو مخلص باشه که من 100% به خاطر الله کار میکنم و هیچ کسی را هیچ چیز از شرک باقی نمیمونه. به این خاطر مثلا بعضی کسا هستن در رکن اول مشرک میشن، میگه که ما یا الله بغیر از ذات تو کسی دیگه را عبادت نمیکنیم. باز ببینیم میره در پای یک کسی خدا میپرته، به او سجده میکنه، به او دیگه قبر رکوع میکنه، به پیر مثلا میره سجده میکنه، مثلا میره به یک مخلوق دیگه تعظیم میکنه، میره مثلا صفات علم غیب الله را به جادوگرا و فالبینا میته، یا در رکن دوم کلمه کفر میکنه، مثلا همین صفت الحکیم الله سبحانه و تعالی را که حکم کننده هست، این کننده احکام است، ایره به یک مخلوق میده و احکام و قوانین از قبول میکنه و میره در محکمش و پیش قاضیش استاد میشه و میگه که من به تمام قوانین شما احترام دارم، تمام قوانین تطبیق میکنم، بالای شما کل قوانین شما را من قبول دارم. این حالی چی هسته؟ شریک کرد اینمی قانون سازا را با الله سبحانه و تعالی. پس شرط کلمه است که تو اخلاص داشته باشی که هیچ مخلوق را در عبادت الله و در اطاعت الله شریک نسازی. این شرک کبیر است، این خود نمی کنی. حتی شرک اصغر چی است؟ شرک اصغر چی است؟ شرک اصغری است که مثلا یک نفر ریا میکنه. حتی ریا باید نداشته باشی، ریای عادی که مثلا یک کار به خاطر الله میکنی لکن خدا بر مردم نشان بدی، این هم باید نکنی. این چیز باید شما نوجوانای عزیزی که درس میخورین 100% باید این چیزها در وجودتان باشه. از خود پرسان کنید، مثلا یک ورق بر تو خب من در ارکان لا اله الا الله خودت خدا نمره بتی. مثلا بگو که اگر در سوال امتحان است پیچان سوال بیارم که در ارکان لا اله الا الله چند نمره خدا میتی؟ کدام ارکان است؟ چند خدا نمره میتی؟ باید صادق باشی، دروغ نگوی، بگو من این نمره خدا میتم. این حاله مثلا در شروط لا اله الا الله آیا هر 7 شرط در وجود تو هست؟ بگو با دلیل. این حال باید نشته کنی که بله در شرط اول من این قسم هستم، شرط دومی قسم هستم. اگر کدام شرط در وجودت نیست باید بگی که من این شرط تاوال در وجود من نبود، حالا توبه کردم و این شرط در وجود خود من دارم. هفتم شرط کلمه لا اله الا الله چی است؟ که محبتی داشته باشی که اون محبت داره بغض از بین ببره. این حال چه قسم محبت داشته باشه؟ محبتی که بغض و دشمنی را از، یعنی ما با ارکان لا اله الا الله محبت داشته باشیم. تو محبتی که کل عبادت های خدا با محبت قلبی به الله سبحانه و تعالی انجام میدیم و تمام احکام الله سبحانه و تعالی را با محبت قبول داریم و 7 شرط لا اله الا الله را با بسیار محبت ما میپذیریم و تمام احکام الله را با محبت دوستی نماز میخوانیم، با محبت الله که خوش ما میاد که نماز بخوانیم، خوش میاد که روزه بگیریم، خوش ما میاد که جهاد بکنیم، خوش ما میاد که به شهادت برسیم، خوش ما میاد که مثلا حج بریم، خوش ما میاد که اطاعت الله را بکنیم، خوش ما میاد که دعوت به دین الله بکنیم. در بناء این تو محبت در قلب انسان باشه که هیچ بغض و کینه، المحبت التي تنفی البغض والکراهیت، بغض و کراهیت به دین نداشته باشی. چرا اگر کسی بغض و کراهیتی به کدام حکمی از احکام الله داشته باشه، اینمی باز حبطت اعمالهم بوده قرآن آمده هست، ذلك بانهم کرهوا ما انزل الله. یکی از نواقض ایمان است که ما انزل الله بعضی کسا بدشان میه. وقتی که بدشان آمد، قرآن بدش آمد یا سنت بدش آمد یا آیاتی از آیات قرآن بدش آمد یا سنت از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بدش میه، ایجه باز ای در نواقض ایمان داخل میشه و از دایره ایمان خارج میشه. پس شروط لا اله الا الله چی است؟ اینجا در شروط لا اله الا الله میگه که دارای 7 شرط است. شرط اول به این کلمه چنان علم داشته باشی که تمام ارکان و شروط و تعهدات آن را خوب بفهمی و در هیچ کدام جهل و بیخبری باقی نماند.
شرط دوم لا اله الا الله چی هست؟ مثلا اگه سوال از پیش شما میگین شرط دوم کلمه طیبه هی است که چنان یقین و باور داشته باشی که قلبت به آن اطمینان داشته باشد، و هیچ شک و شبهه باقی نمانه، هیچ شک و شبهه در هیچ حکم الله نداشته باشی. خب شرط سوم چی است؟ ارکان شروط و تعهدات کلمه را چنان قبول داشته باشی که هیچ چیزی از آن را رد نکنی. شرط چهارم کلمه چی هست؟ شرط چهارم کلمه این است به این کلمه چنان انقیاد و تسلیمی داشته باشی، یعنی انسان منقاد کی میگن؟ کسی که تسلیم هست. ما مسلمان هستیم. چرا مسلمان هستیم؟ تسلیم هستیم به حکم الله. این حال میگه چنان به این کلمه چنان انقیاد و تسلیمی داشته باشی که تمامی ارکان شروط و تعهدات آن را 100% تطبیق نموده، هیچ چیزی از آن را ترک نکند. شرط پنجم چی است؟ ارکان شروط و تعهدات آن را راست بدانیم، یعنی صدق است و هیچ چیزی از آن را دروغ ندانیم. شرط ششم چی است؟ به این کلمه چنان اخلاص داشته باشیم که هیچ کسی را در عبادت و اطاعت از احکام الله شریک نکنیم، یعنی 100% برای الله عبادت و اطاعت میکنیم و مخلوقی را در عبادت و اطاعت الله شریک نمیکنیم. و شرط هفتمی است که عبادت الله و اطاعت از احکامش را با بسیار محبت و دوستی انجام میدیم و با هیچ چیزی از عبادت ها، احکام و اوامر الله بدبینی نداشته باشیم. کار خانگی شما چی هست؟ کار خانگی شما این است که شما وقتی که درس انشاءالله یاد گرفتین شروط لا اله الا الله را این حالا برین در بین خانه تان بشینین و یک ورق بگیرین و در این ورق همین ارکان لا اله الا الله را نوشته بکنین و برای خود نمره بتین. خودت در رکن اول کلمه چند نمره میبری، در رکن دومش خودت تا چند نمره میتی، در 7 شرط چند نمره میتی و همین قسم در 3 تعهد چند نمره خود میتی. این حالا اگر خودت برای خود نمره کامل دادی پس بفهم که تو یک مؤمن کامل هستی. اگر در کدامش مشکل داری باید توبه بکنی و رجوع بکنی و خود اصلاح بکنی تا که امی 7 شرط 2 رکن 7 شرط و 3 تعهد در وجود باید 100% پیدا باشه. و سوالای امتحان تان این خواد بود که یک سوال دیگه باره خواد کردیم که امی بیت را که درباره شروط لا اله الا الله به عربی گفته شده هست اینا از یاد نوشته کنیم، باید اینا از یاد داشته باشی با ترجمهش. و سوال دیگه خواد شد که 7 شرط کلمه لا اله الا الله را بنویسین. و باز یک سوال دیگه از پیشت میشه که مثلا چه قسم علم داشته باشی و چه قسم یقین داشته باشی، چه قسم قبول داشته باشی. شما باید بگین اوتا علم پیدا میکنیم که در هیچ جهل نباشه. خب یک سوال دیگه که میگیم که اگر من پیشان بکنم که 7 صلاح‌های دشمنای الله هست که میخوان از او طریق ما را گمراه بسازن، او 7 صلاح دشمنا کدام یکیست؟ شما میگیم 7 صلاحی که دشمنای اسلام میخوان که از طریق از ما و شما را از بین بره، این صلاح جنگ فکری هست. 7 تا کدام هست؟ یکی جهل است، میخواد در بین مسلمان ها جهل باشه. حتی پانتونا و مدرسه‌ای که طاغوتا جور کردن در اونجا ارکان کلمه را درست کامل تعلیم نمیدن، شروط کلمه را درست تعلیم نمیدن، تعهدات کلمه را درست بیان نمیکنن. پس اینال اول جاهل نگه داشتن مسلمان ها هست. دوم صلاح دشمنای اسلام چی هست؟ شک هست که در همیشه دشمنای اسلام برای مسلمان ها میخوان که شک ایجاد بکنن، در قرآن شک میپرتن، در پیغمبر شک میپرتن، در ازواج مطهرات شک میپرتن، در حدیث شک میپرتن، در احکام الله شک میپرتن، در خلافت اسلامی شک میپرتن، در خلفای راشدین شک میپرتن، در خلافت اموی ها در شک میپردن، در خلافت عباسی ها در شک میپردن، در شخصیت صحابه در شک میپردن، کوشش میکنن به شکل از اشکال در کل از اینا انسان در شک پردن. اینال صلاح دشمن اسلام وقتی که جهل است انسان مسلمان علم حاصل میکنه. دوم صلاح دشمنای اسلام چی هست؟ شک است، انسان مسلمان به قرآن خود و کتاب خود و کلمه خود یقین 100% حاصل میکنه. سوم صلاح دشمنان اسلام چی است؟ که تو رد بکنی احکام اسلام، این قبول ندارم و او را قبول ندارم. انسان مسلمان که 100% قبول میکنه و هیچ چیز رد نمیکنه. چهارمی صلاح دشمنان اسلام چی است؟ ترک کردن بسیاری از احکام شریعت است.
میگه که مثلا مسلمان ها روزه بگیرن، نماز بخوان، ما چیز نمیگیم، لکن سیاست نداشته باشن، اقتصاد اسلامی نباشه، سیاست اسلامی نباشه، جهاد اسلامی نباشه، دعوت اسلامی نباشه، اینیا نباشه. بنابراین انسان مسلمان چی میکنه؟ میگه که نه، ما هیچ چیز رو ترک نمیکنم به شما دشمن اسلام، بلکه ما تمام احکام اسلام منقاد هستم. پنجمی سلاح دشمن اسلام چی هست؟ کذب است، که مسلمان کوشش میکنن تربیت کنن که دروغ بدانه، بگه که نه در کلمه ای رو کن نیست، در کلمه ای رو کن نیست، در کلمه ای شرط نیست، در اسلام این نیست، در اسلام این نیست. بسیاری از آیات قرآن سرش میخواد که دروغ حساب بکنه. پس انسان مسلمان باید آنقدر صادق باشه و آنقدر احکام الله را تصدیق بکنه که هیچ چیزش دروغ ندارم. ششمی سلاح دشمن اسلام نشر شرک و کفر است. شرک و کفر است که در بین مردم وقتی که شرک و کفر چیز شد، بالاخره این انسان مسلمان از راه مستقیم منحرف میشه. وقتی که انسان مسلمان منحرف شد، دشمن اسلام بالا از این مسلمان به شیطان تبدیل میشه. وقتی که منحرف شد، در شرک مبتلا شد، در کفر مبتلا شد، در ارتداد مبتلا شد، به یک شیطان مبدل میشه. شیطان انسانی باز کافرها سرش قوی می باشه. از این خاطر سلاح مسلمان چی است؟ سلاح مسلمان اخلاص است. 100% به خاطر الله کار میکنن تا که این شرک و کفر و ارتداد دشمنان اسلام نابود بکنن. هفتمی سلاح دشمنان اسلام چی است؟ بغض و کینه هست، که از طریق بغض و کینه میخواین که کینه را به ضد احکام الله، به ضد شریعت الله، به ضد مقدسات بر مردم مثلا بغض و کینه ایجاد بکنن اینه و محبت از قلب از اونها از بین ببره. این انسان مسلمان چی میکنه؟ صلاح مسلمان چی است؟ که با دین خود، با پیغمبر خود، با احکام الله، با کتاب الله بسیار محبت می داشته باشه، با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، با برادر مؤمن خود، با خواهر مؤمن خود صادقانه محبت می داشته باشه، که این محبتشان سبب از این میشه که دشمن اسلام صلاحش نابود میشه. این حال اگر برتان سوال آوردم که خب کلمه لا اله الا الله چند شرط داره؟ شما میگین 7 شرط دارم. باز میگیم خی صلاح‌های دشمنای اسلام چی است؟ شما میگید دشمنای اسلام هم 7 صلاح فکری دارن. یکی صلاحی است که راکت است و توپ است و تایر است. یکی صلاحایی که با جنگ فکری میخوان مسلمانان رو نابود بکنن. شما میگین که 7 صلاح داره که جهل است، شک است، رد است، ترک است، کذب است، شرک است، بغض است. خب در مقابل دشمنای اسلام ما کدام صلاح را باید استعمال کنیم؟ اهمی شروط لا اله الا الله را در مقابلشان استعمال بکنیم تا صلاح فکری از اونا با این صلاح اعتقادی ما کاملا نابود شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.